وقتی که پیامبر خدا عروسی دخترای خود را کرد، نه ابوبکر و نه عمر فاروق و نه عثمان غنی رضی الله عنه را دعوت کرد. هیچ کس از پیامبر خدا شکایت نکرد. هیچ کس سوال نکرد که پیامبر خدا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا ما را دوست نداشتی؟ چرا ما را دعوت نکرده بودی؟ به این سادگی پیامبر ما و شما صلی الله علیه و سلم مراسم نکاح را انجام میداد. نکاح ساده بهترین نوع نکاح است. حضار گرامی، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه در خدمت پیامبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم میآید. بعضی مسائل را نزد پیامبر خداوند صلی الله علیه و سلم میآورد و سوال میکند. وقتی که پیامبر خدا لکه‌ای از زعفران را به کرسی او میبیند، یک چیز خوشبو است. پیامبر خدا در میابد که نکاح حضرت عوف ابن رحمان شده است. سوال میکند عبدالرحمن آیا نکاح کرده ای؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه میگوید بله پیامبر خدا نکاح کردم. پس سوال میکند آیا مهر را ادا کرده ای؟ عبدالرحمن ابن عوف میگوید بله یک مقدار طلا را به عنوان مهر دادم. پیامبر خدا میگوید مراسم ولیمه را ضرور بگیر، هیچ وقت را فراموش نکنی. سخن از کجا شروع شد و به کجا خاتمه یافت؟ در وسط پیامبر خدا این را نگفت که عبدالرحمن چرا مرا که پیامبر خدا هستم دعوت نکرده ای؟ من پیغمبر هستم چرا مرا دعوت نکرده ای؟ به وسیله من الله تو را هدایت کرده چرا مرا دعوت نکرده ای؟ چرا مرا در نظر نگرفته ای؟ نه پیامبری سوالا را مطرح کرده است و نه اصحاب کرام از پیامبر سوال کردند. پیامبر خدا چرا شما ما را دعوت نکرده اید؟ حضار گرامی، این سادگی پیامبر بزرگوار ما است. در دوران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عروسی ها چقدر به سادگی صورت می گرفت که شما ده ها مثال آن را پیدا کرده می توانید. جامعه ما را ببینید، فقط برای 3 یا 4 ساعت 100,000 را برای استیج می دهند. فقط برای 4 ساعت 200,000 را برای استیج می دهند. فقط برای 4 ساعت 6 لک 5 لک را برای تالار عروسی می دهند. و تعریف غذای عروسی را نیاز نیست که من برای شما کنم. لک‌ها روپیه را برای غذاهای مختلف با طعم‌های مختلف می‌دهند. خوردنی ها را می‌خورند و دورانداختنی ها را دور می‌اندازند. با این لک‌ها روپیه خدا می‌فهمه عروسی چقدر دختر غریب شود. با این لک‌ها روپیه خدا می‌فهمه که مصرف چند مریض پرداخته بشه. با این لک‌ها روپیه به 10 بیوه‌زن کمک کردن می‌توانیم. با این لک‌ها روپیه خدا می‌فهمه که چقدر به سرپناه را کمک کردن می‌توانیم. از خداوند بترسید. در روز قیامت الله 2 سوال را شما می‌کند. مال را از کجا آوردی و به کجا مصرف کردی؟ حضار گرامی، نکاح را به خاطر رضای خدا آسان بگردانید. نکاح دخترتان را به خاطر رضای خدا آسان بسازید. نکاح بچه‌تان را به خاطر الله آسان بگردانید.